درود بر شما، وقتتون بخیر، خوش اومدید به کانال من. جمعه دیگر است و خدمتگزار شما هستم. تفعالی به دیوان حافظ. قرار ما این گونه است، اونهایی که نمیدونن. کانالی دارم که نامش هست فال حافظ با صبحان در تلگرام و بینش هم فاصله است، فال حافظ آندرلاین با آندرلاین صبحان. ما چهارشنبه ها قرار میذاریم که دوستانمون نیت بکنند و از پس اون نیت من پنجشنبه شب یا جمعه دست به دیوان میبرم. هر غزلی که آمد سعی میکنم شایسته بخوانمش و از پس اون سعی میکنم که اگر توضیحی به ذهنم میرسه بهش اضافه بکنم. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. خب بریم سر وقت دیوان حضرت حافظ. امیدوارم که غزل مناسبی بیاد. هر دفعه که باز میکنم و نوشته های پدر خدا بیامرزم و میبینم شگفت زده میشم. بله، یادداشت برداری هایی که میکرده برای خودش، بنده خدا. چه خوبه که این دیوان رو پیدا کردم. اینجا هم یه نامه فرنگی هست. بعضی از نامه هاش رو برای اینکه بخواد جوابی بده یا کاری انجام بده معمولاً تفعالی به دیوان حافظ میزد. به هر حال غزلی که آمد برای شما خونده میشه تا لحظات بعد. صبحان اکرامی. غزلی که به دست اومده براتون میخونم. اینم از اون غزلاییه که تخلص حافظ توش وجود نداره. اینم بگم از دید من، فکر میکنم نظرم خلاف نظر پدر خدا بیامرزم بوده اینجا و خیلی های دیگه، این غزل به هیچ وجه جنبه عرفانی نداره از دید من. حالا ممکنه شما فکر کنید که اینجوری نیست. این غزل مشخصاً از دید من، باز میگم، برای شخصی سروده شده، برای مردی سروده شده، برای پادشاه یا امیر اون وقت سروده شده و پر از مبالغه است. مبالغه هم در شعر هیچ ایرادی نداره. یعنی شما وقتی از چشم یار صحبت میکنی، وقتی از قد و بالای یار صحبت میکنی، اونو به سرو مثلا تشبیه میکنی، خب واقعا که کسی قدش اندازه سرو نیست که، یعنی اگرم باشه اصلا چیز جالبی نیست. یا حتی میبینید در توصیف بهشت گاهی وقتا مبالغه و اغراقی میشه که به نظر شاید اگر به صورت فیزیکی و طبیعی باشه جالب نباشه، اما اینکه یک وجه شاعرانه و شاید عارفانه بهش میده جالب باشه. اینکه میگن مثلا شما چندین هزار سال میشینید به صحبت کردن با نیکان اما براتون شاید یه نصف روز هم نمیگذره. خب این یک مبالغه است که شاید تو اونجا چنین باشه یا نباشه، من اطلاعی ندارم، ولی واقعیت اینه که اون بعد شاعرانش و اون بعد عارفانش میچربه به ماجراهای دیگه. حالا بگذریم. و هر حال شاید هم به این دلیل از تخلص خودش استفاده نکرده. ممکنه که کاملا از سر ذوق و سر دل چون این غزلی سروده شده باشه، ممکنه که حالا با اکراه سروده شده باشه، ممکنه زیرکی و مسئله‌ای بوده که حالا شاید ما نمیتونیم پیداش بکنیم، ولی به هر حال از دید من این غزل به هیچ وجه عرفانی نیست. خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد، ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد. زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست، دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد. ای که انشاء عطارد صفت شوکت توست، عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد. طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد، غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد. نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد، هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد. این عطارد همون عطاروده. قبلش بهتون بگم این تلفظ قدیمشه و تلفظ صحیحش، اما خب ما در لفظ فارسی استاندارد و معیار این چیزی که با هم دیگه صحبت میکنیم کسی نمیگه عطارد، میگیم عطارد. و اینم بگم که هر کدوم از این ستارگان و کواکب به چیزی شهره هستن، انگار صفتی دارند. عطارد صفتش دبیری فلکه، انگار زهره طرب بخشه، انگار وظیفش شادی آفرینی و طرب و مسائلی از این دسته.
ضمن اینکه بخشی از اینها ریشه در فرهنگ یونانی داره، بخشی از اینها ریشه در فرهنگ اساطیری ایرانی داره و وامدار این دو نحله است. از طرف دیگه حالا اگر بخوام توضیحات رو تو خود ابیات بدم، سعی میکنم که یه مقداری خلاصه تر و موجزتر خدمتتون بگم و اینکه اصلا این غزل چی به ما میرسونه، خوشحال باشیم، مثبت، منفیه، و اینکه حالا که فالمون این بوده ما چه برداشتی باید داشته باشیم. اول بگم که خب اگر بخوایم برداشت فالگونه داشته باشیم ازش، باید خیلی خوشحال باشیم. این غزل مثبتی است و آرزوی موفقیت و پیروزی و ظفرمندی و خوشبختی و خوشحالی و همکاری با دیگران و به فرمان بودن دیگران درش وجود داره. بنابراین امیدوارم که همین گونه براتون باشه، مخصوصا اونایی که نیت اقتصادی یا نیت کاری داشتن. خسرو گوی فلک در خم چوگان تو باد. هیچکی به خدا نمیگه که ایشالله که مثلا فلک به کام تو بگرده، و خدا که فلک به کامش میگرده، و چرا باید الکی واسه خودمون یه برداشت دیگه داشته باشیم؟ میگه خسرو گوی فلک در خم چوگان تو باد. فلک رو به گوی تشبیه کرده، کما اینکه حالا کلیت فلک رو این روزها این گونه میبینن، میگن انگار یک دنیای مدوری ما داریم. مثلا خود گوی حالت مدورگونه داره و چهره کواکب و سیارات و ستاره و همه در واقع این گونه است. بنابراین این تشبیه و تعبیر خیلی جالبه که در ادبیات فارسی وجود داره. یه گوی فلک در خم چوگان تو باد. اینجا چوگان منظور اون چوب چوگانه که شکل شبیه چوب گلف حالتش تقریبا، البته خب با تفاوت‌هایی، و میگه که گوی فلک در خم چوگان تو بیفته و تو بتونی اون گوی رو به فرمان خودت هدایت بکنی و به امر تو حرکت بکنه. ساحت کون و مکان، هستی کلن کون و مکان تلقی میشه، یعنی زمان و مکان و همه چیز که در هستی است، عرصه میدان تو باد. این میدان هم برمیگرده به همون در واقع بازی چوگان. یه جورایی میدان همون جایی بوده که بازی انجام می شده. میدان نقش جهان اصفهان هم در واقع یکی از جاهایی بوده که در اون چوگان بازی می شده. زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست، دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد. خب باز ما به خدا نمیگیم که ایشالله موفق باشی، ایشالله پیروز باشی، همه چی به کامت بگرده، و واقعا نمیگیم. اگر خدا رو اونگونه که در واقع عرفا مد نظر دارن در نظر بگیریم، نمیگیم خدا ایشالله موفق باشی، مثلا همه چی به کامت باشه، نگیم از این حرفا. بعضی اومدن حالا یه برداشتایی از این غزل کردن که اگه برسم به جاش تعریف میکنم. زلف خاتون ظفر یعنی ظفر رو به بانوی زیبا تصویر کرده که زلف بلندی داره و شیفته پرچم توست. پرچم در واقع ایالات و ولایات و شاهنشاهی ها و سپاه های مختلف این گونه بوده که در جلوی سپاه قرار می گرفته برای اینکه تمایزی باشه که هر کدوم از اینها سمت کدوم هستن، ضمن اینکه زیر اون علم همه جمع می شدن و می جنگیدن و خب باد که بهش می افتاده این پرچم حرکت می کرده. حالا چه زیبا تشبیه شده که زلف خاتون فلک انگار شیفته پرچم توست. اینکه این پرچم رو دوست داره خاتون فلک، و اینکه زلف رو هم وقتی باد میبره میتونه استعاره‌ای و نمادی از همون پرچم باشه. دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد. مشخصه دیگه، دیده فتح ابد، فتح ابدی، پیروزی نهایی، پیروزی همیشگی، پیروزی جاودان، عاشق جولان تو باد، عاشق جولان دادن تو باشه، دلباخته یه تاخت و تاز تو باشه. اینجوری هم میتونیم تصور بکنیم. ای که انشاء عطارد صفت شوکت توست. دبیران و نویسندگان همونطور که عرض کردم وظیفه‌ای داشتن و اون در واقع نوشتن اتفاقات و مسائل دیوانی بوده، من جمله سخنان پادشاه، حرفهای او و فرامین او و مسائلی از این دست. میگه ای که انشاء عطارد، همونطور که گفتم عطارد در واقع در فلک کوکبی است که انگار وظیفه دبیری داره. همونطور که گفتم زهره مثلا طرب انگیزه، زحل خب یه مقداری شوم در نظر گرفته شده. میگه انشاء او، انشاء عطارد یا عطارد صفت شوکت توه،
اون چیزی که می‌نویسه از خوبی تو و از شوکت تو و از بزرگی تو می‌نویسه. عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد. این طغراکشان کسانی بودند که باز وظیفه دبیری داشتند. طغرا اون خطهای در هم پیچیده است که شبیه به مهر می‌شده و پای نامه زده می‌شده. طغراکش کسی بوده که وظیفه‌ش این بوده. فوش هم نیسته و برداشت اشتباه نکنید. عقل کل میشه اون هوش و در واقع نیرویی که دنیا رو داره تدبیر میکنه و اون هوشی که انگار کائنات دارن. گاهی وقتا عقل کل رو به نبی اکرم در واقع میگفتن و صفت او میدانستن، گاهی وقتا به خداوند در واقع نسبت میدن. اما واقعیت اینجاست که منظور همون هوشی است که در دنیا وجود داره و اینجا میگه عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد. اون طغراکشه هست که تو دیوان تو، عقل کل چاکر اون باشه. در واقع خیلی مبالغه اینجا وجود داره. حالا بگید که این عارفان است، من نمیدونم کجاش عارفان است، ولی به هر حال از نظر من بازی نمیتونه. بعضیا گفتن که این دیوان تو اشاره‌ای به قرآن کریم و کلام الله داره. من فکر میکنم اگر ما بحثا رو به اینجا بکشونیم، مقدار زیادی چون نقد بهش وارده، نه تنها اون قضیه رو تقویت نکردیم، بلکه داریم بهش ضربه میزنیم. هر چیزی به نظر ما نباید این باید. حافظ نشسته فقط اون چیزی که ما فکر میکردیم رو بنویسه. حافظ جوان بوده، میان سال بوده، بزرگسال بوده. حافظ حالات مختلفی رو درک کرده. حافظ به فرهنگ باستانی ما اشراف داشته و به فلسفه تا حد زیادی اشراف داشته، به عرفان اشراف داشته. بنابراین میتونسته همه مدل حرفی هم زده باشه. تیره جلوه طوبا قد چون سرو تو شد، غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد. باعث خجالت درخت طوبا شد قد چون سرو تو. خب درخت طوبا میدونید که در بهشته و بسیار در شأنش صحبت‌ها شده و جایگاه بسیار رفیعی است. کسی که به درخت طوبا دست پیدا کنه تو بهشت، همه کس هم نمیتونه بره زیر درخت طوبا و داستان‌ها داره. میگه تیره جلوه طوبا قد چون سرو تو شد، غیرت خلد بر این ساحت بستان تو باد. نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد، میگه نه تنها نباتات و حیوانات و جمادات و همه اینها، هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد. هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد. جفتش هم میشه گفت. یعنی هر چه که در ملکوت خداوند وجود داره، هر چه که در زمین و زمان وجود داره به فرمان توست و تو باشه. بسیار خوب، این رو هم خدمتتون بگم که گذشته از این اگر نقد و نظری هم دارید و نظر مخالفی دارید خوشحال میشم بشنوم و در نهایت آنچه که به دست میاد سعی میکنم که کمتر آمیخته به مغالطه باشه. من برداشت خودم رو خدمتتون گفتم. خیلی ممنونم که همراهی کردید ما رو. امیدوارم حالتون خوب باشه. منم یواش یواش داره حالم بهتر میشه. در خدمت شما خواهم بود با قدرت بیشتر. امیدوارم البته که این توان و این فرصت باعث شده باشه که من مقدارم به کارهای بعدم فکر کرده باشم، از این به بعد بهتر در خدمتتون باشم. دمتون گرم که همراهی میکنید. شاهنامه رو ان شاءالله به زودی شروع میکنیم. قصص شاهنامه، یا بهتره بگم داستان‌های شاهنامه و افراد شاهنامه رو سعی میکنم از اون ابتدا از گیومرث یا کیومرث شروع بکنم تا به انتها که امیدوارم شما هم دوست داشته باشید. سعی میکنم بسته 3 دقیقه و 5 دقیقه باشه و یه جوری باشه که همه فارسی زبانان و ایرانیانی که خارج از کشورن، نسل دوم سومشون با فرهنگ ایرانی مقدار فاصله گرفتن، تا حد زیادی بچه هاشون بدونن بابا ما کیا رو به عنوان اسطوره ها و در واقع نمادهای فرهنگی کشورمون میشناختیم و سال هاست که ما به شاهنامه نگاه دقیقی نمی کنیم. ضمن این که میشه گفت دهه 30 و 40 و 50 افرادی که حالا به هر حال من به برخی از اونها احترام ویژه‌ای میذارم، نسبت به شاهنامه کوتاهی‌ها و کم لطفی‌هایی کردن، نظرهایی رو گفتن که شاید میشه گفت اون هم تاثیرگذار بوده در بین جوانان و روشنفکران و دانشجویان که فاصله بگیرن از شاهنامه. اما واقعیت اینه که خیلی از ماها وامدار شاهنامه هستیم و باید اون رو در بستر خودش ببینیم.
شاهنامه وحی نیست، داستان اساطیری است. اسطوره رو باید در جایگاه اسطوره دید. اینکه اسطوره های یونان رو در موردشون صحبت میکنیم، مثلا میگیم زئوس یا هر کدوم از این اسطوره ها و صفات مختلفی دارن، این دلیل بر این نیستش که حالا اون ضعف ها یا برومندی هایی که دارن در نهایت منجر به این بشه که ما بگیم که آقا کل اون مثلا اساطیر رو باید بریزیم دور و اصلا بهش وقعی نذاریم. این به نظرم برداشت درسته نیست. در هر صورت خیلی ممنونم که منو همراهی میکنید. قربون شما، وقتتون بخیر باشه. ما رو به دیگران هم معرفی کنید و خدا نگهدار.